دخترهایی که اسیر شیطان هستند خوب گوش اندازند. من آن دخترهایی را در نظر دارم که در پخش مستقیم برآمده با لباسهای تنگ و نیم برهنه خود را به نمایش میگذارند. خود را برای مردان بوالهوس چشم چران فاسق جلوه میدهند. با آنها سخنان فحش و شهوت انگیز میگویند. خصوصا آن دخترهایی که رسم و نوارهای آنها در شبکه ها دور میزند. شما بدترین زنانی هستید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وصف شما را 1400 سال پیش بیان فرموده بودند. خوب گوش اندازید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش میگذارند و خودپسند و متکبر هستند. آنها به مثل منافق هستند که از آنها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. روایت بیهقی. خواهران عزیز، آبروی پدر و برادران شما و آبروی ملت تاجیک اینقدر به ارزش نیست که شما با آن بازی کنید. از الله بترسید و بیش از این الله متعال را به غضب نآرید. این را خوب بدانید که خداوند مهلت میدهد ولی به جزا نمیماند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.